To the great and noble people of Afghanistan, Assalamu alaikum wa Ramazan Mubarak. من استر جنرال جان آلن قماندان نیروهای نیتو آیسف به نمایندگی از اعضای آیسف میخوام تمنیات نیک خود را خدمت شما و فامیل های محترمتان به مناسبت ماه مبارک رمضان تقدیم کنم. رمضان ماه تعهد دوباره به عقیده و تجلیل این ماه با فامیل و دوستان و ماه عبادت و تحمق است. بازنگری خودم در این اواخر به خاطرم آورد وظیفه‌ای که اعضای آیسف و ارگان‌های امنیتی افغان و در حقیقت تمام اتباع افغانستان انجام می‌دهند چقدر با ارزش است. همه ما یک جا شانه به شانه زحمت می‌کشیم تا هدف خود را که ایجاد یک افغانستان باثبات و با امن است به دست بیاوریم. این یک افتخار بزرگ است که با برادران و خواهران افغان یک جا زحمت می‌کشیم تا اهداف خود را به دست بیاوریم. ایجاد یک افغانستان با هم که هدف ماست کار سهل نیست. پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته، اما برای به دست آوردن پیشرفت‌های اضافه‌تر ما باید یک جا زحمت بکشیم تا یک آینده امیدوار کننده برای مردم افغانستان ایجاد کنیم. ما با قربانی‌هایی که برای به دست آوردن هدف خود که ایجاد یک افغانستان با هم و با ثبات است داده ایم، از خداوند بزرگ رحمت برای مردم افغانستان و کسانی که از اطراف و اکناف عالم برای مددشان آمده‌اند آرزو می‌کنم. یک بار دیگر رمضان مبارک. تشکر. Again, Ramazan Mubarak and Tashakkur.